نیروگاه برقی آبی نورک در دریای وخش ساخته شده است. ساختمان نیروگاه برقی آبی نورک سال 1961 آغاز یافت. اگریگات یکم آن 15 نوامبر سال 1972 و اقتدار پورش باشد سال 1979 به استفاده سپاریده شد. سال 1988 همگی 9 اگریگات نیروگاه تجدید گردید. با این اقتدار بزرگ نیروگاه برقی آبی نورک افسانه بود که در کشور ما به حقیقت تبدیل یافت. نام تاجیکستان را در عرصه عالم مشهور نمود. در زمینه نیروی برقی که در این نیروگاه و دیگر نیروگاه‌های در دریای وخش ساخته شده استحصال می‌گردد. از سال‌های 70 عصر گذشته سر کرده کمپلکس استحصالی جنوبی تاجیکستان از جمله زواد نوری‌های آزاتی وخش، زواد الکتروشیمیایی یاوان، زواد آلومینی تاجیک و غیره ها سازمان یافت. بلندی سربند نیروگاه برقی آبی نورک 30 متر است که تا سال 2013 از همه بلندترین سربند در جهان به شمار می رفت. 20 مارس سال 2019 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر نورک با تطبیق لایحه برقرارسازی نیروگاه برقی آبی نورک آغاز رسمی بخشیدند. ای وطن تو را نازم، نسل قهرمان داری، در سراسر دنیا نامی جاویدان داری. ای وطن تو را نازم، نسل قهرمان داری، در سراسر دنیا نامی جاویدان داری. ای وطن تو را نازم، نسل قهرمان داری، در سراسر دنیا نامی جاویدان داری، در سراسر دنیا نامی جاویدان داری. نسل قهرمانت را، خاکی آستانت را، کردم به دل پیوند عشق جاویدانت را. می شوم چوب از مانت، سر نهم به دامانت، بوسه بوسه بیستانم از رخی گل افشانم. می شوم چوب از مانت، سر نهم به دامانت، بوسه بوسه بیستانم از رخی گل افشانم. ای وطن تو را نازم، نسل قهرمان داری، در سراسر دنیا نامی جاویدان داری، در سراسر دنیا نامی جاویدان داری. ای خوشا وطن دارم، نیروی وطن دارم، در نگاه زیبایش عطر آسمان دارم. هم وطن بیا با من، در چمن بیا با من، هم ترانه دلشم، هم نوایی با جانم. میهنم گل افشان است، در تنم چو یک جان است،
زیبایش نیروی با انسان است. ای وطن تو را نازم نسل قهرمان داری، در سراسری دنیا نامی جاویدان داری. ای وطن تو را نازم نسل قهرمان داری، در سراسری دنیا نامی جاویدان داری.